کتاب آموزش ستار نوشته جلال ذوالفنون. جلال ذوالفنون در سال 1316 در آباده فارس متولد شد. در یک خانواده اهل موسیقی. پدر تار می‌نواخت و برادر ویولون. او مقدمات ویولون رو از برادر خودش محمود ذوالفنون یاد گرفت. اونها در کودکی جلال به تهران اومدن و جلال از 10 سالگی موسیقی رو شروع کرد. بعدها به هنرستان موسیقی راه پیدا کرد و در اونجا 8 سالی به فراگیری موسیقی پرداخت به صورت علمی و آکادمیک. و چون در اونجا به ستار بهایی داده نمیشد، او اجباراً ساز تار رو به عنوان ساز اصلی خودش انتخاب کرد و البته تکنیک‌های ستار رو نزد موسیقان معروفی یاد گرفت و نهایتاً در دوره 8 ساله هنرستان هم به ستار، هم به تار و هم به ویولون پرداخت. همزمان با تأسیس رشته موسیقی در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران توسط نورعلی خان برومند و دکتر داریوش صفوت، او به اونجا راه پیدا کرد و تحصیلات موسیقی خودش رو در اونجا زیر نظر نورعلی خان برومند و دکتر داریوش صفوت که نگاهی سنتی و ویژه به موسیقی ایرانی داشتن ادامه داد. او در اونجا با امکانات وسیع ستار آشنا شد و نگاه تازه‌ای به شیوه ها و مهارت های موسیقی ایرانی پیدا کرد و تأثیر بسیاری اون دوره بر زندگی هنری جلال ذوالفنون داشت. در سال 1338 او به استخدام اداره هنرهای زیبای کشور در اومد و در اونجا به تدریس موسیقی پرداخت. در سال 1346 متمرکز بر روی ستار فعالیت هنری خودش را ادامه داد. فعالیت‌های هنری او هم به جنبه‌های تحریب و پژوهش در موسیقی ایرانی برمیگرده و هم به تدریس و هم به آهنگسازی و اجرا. او همچنین روی روش‌های استاد ابوالحسن صبا و ارسلان درگاهی هم کار کرده و از راهنمایی احمد عبادی در زمینه ستار استفاده شایان کرده. در مرکز حفظ و اشاعه هم زیر نظر یوسف فروتن و سعید هرمزی، دو تن از استادان به نام موسیقی ایران که ستار رو به صورت خاص و تخصصی دنبال می‌کردن، فرا گرفت. از راهنمایی اونها بسیار استفاده شایانی کرد و بعدها در دانشگاه تهران، دانشگاه هنرهای زیبا مشغول به تدریس شد، همزمان در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایرانی. او آلبوم‌های زیادی رو روانه بازار موسیقی ایران کرد و این آلبوم‌ها تأثیرات بسیار خوبی در زمینه موسیقی ایرانی داشتن، به طوری که ستار رو در دوران جدید در یک دوره خاص بیشتر به جلال ذوالفنون میشناسن. شاید امروزه هم وقتی یادی از ستار میشه یاد جلال ذوالفنون بر ذهنها جاری میشه. آلبوم گل صدبرگ و آتش در نیستان با صدای شهرام ناظری در دوره خودش میتونیم بگیم پرفروشترین آلبوم ها بودن و تا امروز هم همچنان گوش داده میشه و تازگی داره و در استقبال جامعه از ستار تأثیر بسیار زیادی گذاشته. آلبوم مستانه سرمستان و شب عاشقان با صدای علیرضا افتخاری از کارهای دیگر او هست. همچنین آلبوم شیدایی و از نگاه یاران با صدای صدیق تعریف و آلبوم تکنوازی ستار به نام پرواز و پرنیان از دیگر آثار اوست. او در جشنواره 27 موسیقی فجر به عنوان چهره برگزیده موسیقی انتخاب شد.
جلال ذوالفنون در زمینه تحقیر کتاب تجزیه و تحلیل موسیقی ایرانی رو منتشر کرد و در زمینه تدریس کتاب جامعه آموزش ستار رو در 4 جلد به همراه اجرای اونها در نوار کاست به انتشار رسوند و این کتاب تا امروز جزو کتاب‌های بسیار پرفروش و مورد توجه در زمینه آموزش موسیقی و همچنین ستار بوده. کتاب گل صدبرگ زندگی و خاطرات اوست که به کوشش سروش قهرمانلو به تازگی منتشر شده. او نهایتاً در 28 اسفند 1390 در بیمارستان البرز کرج، جایی که زندگی میکرد در اواخر عمر، بعد از جراحی قلب باز که دلیل خونریزی داخلی اتفاق افتاده بود، جان خود را از دست داد و در امامزاده طاهر کرج به خاک سپرده شد. کتاب آموزش ستار که به همت و کوشش مهرداد ترابی در سال 1366 منتشر شده و مهرداد ترابی زحمات زیادی در زمینه نوت‌نویسی و تطابق کتاب و تصحیح اون انجام داده و ویرایش اون، در سال 1366 این کتاب منتشر شد برای اولین بار. اجرایی که ما برای تار و ستار از این کتاب انجام میدیم بر اساس چاپ 20 این کتاب هست که البته تا امروز هم کتاب‌هایی که منتشر میشن و چاپ‌های مجددی که از این کتاب انجام میشه بر اساس همون ویرایش صورت گرفته. کوکی که در ستار انتخاب کردیم 1 پرده پایین‌تر از دیاپازون هست، یعنی سی بمول برای سیم اول، با اینکه همون دو مینامیم ولی برای صدایی بهتر و خوش صدایی سیم اول رو سی بمول کوک کردیم که در دیاپازون با بی بمول نوشته میشه یا ای دی اس، و سیم دوم در کوک ماهور که در اصل میخوایم دو سول دو در نظر بگیریم، سیم دوم که سول باشه در دیاپازون نوشته میشه F. در تار اما نیم پرده پایین تر کوک میکنیم، یعنی سیم اول رو C در نظر میگیریم یا همون B در دیاپازون و سیم دوم رو F دیز یا G بمول برای کوک ماهور. و اینکه چرا با تار این رو اجرا میکنیم، به دلیل اینکه این کتاب درسته که با نگرش ستار نوشته شده ولی برای نوازندگان تار هم سودمند هست. قطعات بسیار شیوا و دلنشین هستند و کسانی که قصد یادگیری موسیقی ایرانی و آموزش ردیف موسیقی ایرانی دارن با بهره‌گیری از این کتاب میتونن به این هدف به خوبی دست پیدا کنن. جلد نخست این کتاب در دستگاه‌های ماهور، شور، دشتی و ابوعطا نوشته شده. در کتاب‌های بعدی به دستگاه‌های دیگه هم پرداخته شده. اگرچه در گذشته آموزش موسیقی به صورت سینه به سینه یا شفاهی صورت می‌گرفته و به دلیل نبود امکاناتی نظیر نوار یا CD و فیلم و همچنین نوت یا کتاب، طبیعتاً مدت زمان آموزش طولانی تر بوده. البته غالباً شاگردان هر روز به محضر استاد می رفتن و این از ویژگی‌های بسیار خوب این روش هست. از ویژگی خوب دیگه این سیستم این هست که چون هنرجو به حافظه خودش تاکید میکنه، برای هنرجو موسیقی به دل و وجودش میشینه و اون حالت فرار رو از دست میده، در صورتی که وقتی ما با خط نوت یا CD و نوار ممکنه کار کنیم که البته بیشتر با سیستم نوت این مد نظر هست، هنرجویان قطعات رو شاید ساده تر یاد میگیرن و ساده تر از دست میدن، اما در شیوه قدیمی
سخت یاد میگیرن و سخت از دست میدن. شما میتونید با امتحان این شیوه که یک بار یک قطعه رو از روی نوت کار کنید و بار دیگه با CD یا زیر نظر استاد به صورت گوشی کار کنید. میبینید که سالهای سال اون سیستمی که به صورت گوشی بوده برای شما میمونه و اون قطعه در ذهن و جانتون خواهد موند، ولی قطعه‌ای که از روی نوت زدید به سرعت از بین میره. بنابراین سفارش میشه که هنرجویان فقط به سیستم نوتی تاکید نکنند. اگرچه سیستم نوتی خیلی لازم و ضروری هست و آموزش نوت بسیار لازم و ضروری هست، ولی سیستم گوشی و سینه به سینه رو نباید فراموش کرد. سیستم آموزش نوت نویسی بعد از آموزش شفاهی در دوره قاجاری، اواخر دوره قاجاری، اوایل دوره پهلوی توسط علی نقی وزیری برای سازهای تار، ستار و ویولون بنیان گذاشته شد. او در کتاب آموزش ویولون و یا دستور تار خودش که در انتها هم البته با اضافه کردن چند صفحه به توصیه یکی از دوستان خودش که ستار می‌نواخت و علاقه به ستار داشت، خواست که این کتاب رو برای جفت این سازها در نظر گرفته باشه، یعنی هم برای تار و هم برای ستار، چون پرده بندی یا شیوه کوک کردن این سازها مثل هم هست و سیستماتیک میتونیم نوتاسیون اینها رو یکسان در نظر بگیریم، اگرچه تفاوت‌هایی از لحاظ سونوریته، لحن و نوع مضراب‌ها ممکنه وجود داشته باشه در این دو ساز. او کتاب‌های خودش رو به هدف آشنایی کامل با نوت و تئوری موسیقی و همچنین اصول علمی موسیقی قرار داد. اهداف دیگه او خوانی سریع بود یا دشیفر یا دشیفراژ که نوازنده به سرعت بتونه نوت رو بخونه و همزمان اجرا کنه. از اهداف دیگه او نگاه به ریتم و ضرب بود تا هنرجو بتونه در این زمینه هم قوی بشه و نیز به قابلیت نوازندگی و تکنیک نوازندگی و بالا بردن اون خیلی فکر کرده بود و تمرین‌ها و اتودهای بسیار زیادی در کتاب خودش جا داد. و هدف دیگه وزیری از کتاب این بود که هنرجو برای ارکستر و همنوازی آماده بشه. این تجربه اگرچه امروز کمی ناقص یا بدون توجه به اصول اساسی موسیقی ایرانی یا اصول سنتی موسیقی ایرانی برای ما به نظر میرسه، اما بار بسیار سنگینی رو در دوره خودش به دوش کشیده و یک کار بسیار اساسی و بزرگ به حساب میاد و هنوز که هنوزه این کتاب قابلیت اجرا داره و قابلیت توجه بهش داره. بعدها روح الله خالقی که در دوره ریاست خودش در هنرستان موسیقی تلاش کرد این کتاب ها رو برای سازهای تار و ستار و همچنین ویولون دوباره تألیف کنه و بر اساس نگاه وزیری با کمی تفاوت بتونه به اونها بپردازه. با همکاری موسی خان معروفی و نصرالله زرین‌پنجه کتاب‌هایی رو تدوین کرد که در اونها از آهنگ‌های محلی استفاده بیشتر شده بود، همچنین از سرودهای آموزشی استفاده شده بود و به دستگاه‌ها و موسیقی ایرانی توجه بیشتری شده بود. اما کتاب اول و دوم هنرستان برای تار و ستار بیشتر روی قطعات ضربی، یعنی اکثرا قطعات ضربی هستند و قطعه آوازی درشون وجود نداره. آوازی که میگیم به این مفهوم که با سیستم ردیفی به قطعات نگاه بشه، یعنی که قطعاتی که از وزن پیچیده‌تری برخوردارن، به خاطر همین اونها رو با وزن آزاد می‌نویسیم یا بدون میزانبندی به نگارش در میاریم. در کتاب‌های تار و ستار هنرستان توجه اجمالی به دستگاه‌ها هم شده، اما زیاد وارد گوشه‌ها و جزئیات نشده. در اون دوران کم توجهی به ستار به دلیل کم حجم بودن این ساز و عدم توانایی برای
اجرا در ارکستر به دلیل اینکه در اون دوره امکانات صوتی برای تقویت صدای ستار وجود نداشت، باعث شد که به نوعی این ساز از سیستم آموزش سیستماتیک کنار گذاشته بشه و بهش کمتر توجه بشه. و همونطور که گفتیم مثلا علی نقی وزیری در انتهای کتاب با افزودن چند صفحه خواست که ستار رو هم به نوعی بگنجونه در کتاب خودش و به نوعی ستار یک نقش فرعی برای این آموزش بازی میکرد. همچنین این متدهای اولیه توسط روح الله خالقی و علی نقی وزیری به نوعی خیلی کلاسیک و خیلی غربگرایانه بود. البته کتاب‌های هنرستان این حالتشون تعدیل شده بود، اما توجه به ساختار درونی موسیقی ایرانی در آموزش میتونه در بهبود روند آموزش تأثیر بسزایی داشته باشه و حتی با تأسیس دانشگاه تهران رشته موسیقی در دانشگاه هنرهای زیبا و همچنین مرکز حفظ و اجرای موسیقی و تشکیل گروه‌های مختلف موسیقی از جمله چاوش، عارف، شیدا، گروه پایور، گروه اساتید، این توجه به ساختار سنتی و اصیل موسیقی ایرانی بیشتر نمود پیدا کرد. در دوران معاصر با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های مختلفی که اتفاق افتاده و ایجاد امکانات کمک آموزشی در زمینه کلیه مسائل آموزشی، در زمینه موسیقی هم تأثیر خودش رو به جای گذاشته. طبیعتاً فشار بر روی هنرجویان برای یادگیری سیستم شفاهی یا سینه به سینه کمی نامعقول به نظر میرسه، چرا که سرعت یکی از پدیده‌های دنیای ماشینگرای امروز هست. بنابراین باید تلاش بشه در شیوه‌های جدید آموزشی ضمن توجه به اون عمق آموزش و توجه به دقت در آموزش بتونیم سرعت رو هم بالا ببریم. کتاب آموزش ستار جلال ذوالفنون تقریباً با این هدف منتشر شد. او در کتاب خودش تلاش کرد ضمن آشنایی با نوت‌خوانی، نوت‌نویسی، تئوری موسیقی به همراه عمل، یعنی گذاشتن درس‌های تئوریک در لابلای درس‌ها موقعی که نیاز میشه و هنرجو اون رو در عمل میتونه درک کنه، خواست که هنرجو رو از لحاظ علمی هم قوی کنه. همچنین انگشت‌گذاری و کوک ستار، ویژه خود ستار در این کتاب بیشتر مورد توجه قرار گرفته تا اینکه شخصیت ستار به خوبی در این کتاب آموزشی نشون داده بشه. جلال ذوالفنون سعی کرد در کتابش توجه به سبک یا مکتب خاصی در ستار نوازی معطوف نشه و یک جور نگاه کلی به شیوه های ستار نوازی بشه. او قطعات رو به سرعت از دستگاه به دستگاه دیگه عوض نکرد. یک بخش مربوط به ماهور به طور کامل سعی کرد گوشه های مهم یا شاخگوشه ها بیاد و هنرجو در اصل با حال هوای اون دستگاه به خوبی آشنا بشه، بعد بره سراغ دستگاه بعدی. همچنین سعی کرد که از فرم‌های مختلف موسیقی از جمله بیش‌درآمد، آواز، ضربی، تصنیف، چهار مضراب، رنگ در این مجموعه استفاده کنه. نکته مهم دیگه کتاب او استفاده از ردیف هست. او با تغییر دادن گوشه‌های ردیف‌های قدیمی و اساتید مختلف و گنجاندن اون در لابلای درس‌ها سعی کرد که هنرجو از همون ابتدا به نواختن ردیف آشنا بشه، امری که کمتر در کتاب‌های دیگه مورد توجه بود و این از نقاط بسیار شاخص و خوب این کتاب به شمار میره. همچنین ذوالفنون در استفاده از قطعات
نظر شخصی خودش یا قطعات شخصی خودش رو زیاد به کار نبرد و سعی کرد که از گذشتگان و قطعات موجود و قطعاتی که بیشتر نواخته می شدن استفاده کنه. این نکته بسیار قابل توجه هست، چرا که برخی از هنرمندانی که دستوری برای سازهای مختلف می نویسن از ابتدا تا انتها قطعات خودشون رو استفاده می کنن یا قطعاتی که ساختن یا اتودهایی که ساختن و این باعث میشه که اون کتاب آموزشی به سرانجام خوبی نرسه. همونطور که دهخدا علامه علی اکبر دهخدا در ابتدای مقدمه فرهنگ لغت خودش میگه که من در تمام مثال هایی که زدم برای توضیح هر واژه یا کلمه یا اصطلاح از قدیمی ها استفاده کردم، چیزی از خودم نیاوردم و همین هم باعث میشه که فرهنگ دهخدا جان بسیار قوی داشته باشه و کمجون نباشه. کتاب آموزش ستاره جلال ذوالفنون هم دقیقاً به همین شکل است. او در کنار این کتاب به اجرای قطعات پرداخت و اونها رو بسیار زیبا اجرا کرد. البته ممکنه کمی تفاوت‌هایی داشته باشه یا برخی از اتودهای تمرین‌های لابلای قطعات اجرا نشده باشه، اما همین که اونها رو اجرا کرد و هنرجو با گوش دادن به اونها میتونه به حال هوای درس آشنا بشه، تأثیر بسیار زیادی و کمک بسیار زیادی به هنرجو میکنه. او در کتاب خودش نه فقط به تکنیک بلکه به بینش موسیقی و درک موسیقی به خصوص موسیقی ایرانی پرداخته تا هنرجویان فقط تکنیکی بار نیان، لذت ببرن و با یک شیب ملایم به آموزش بپردازن، چون این شیب ملایم هنرجو رو خسته نمی‌کنه. برخی از کتب آموزشی به سرعت کار رو سخت میکنه یا قطعات سخت خیلی زود اتفاق میفتن و هنرجو هنوز آماده نیست اونها رو بنوازه، به خاطر همین ممکنه یک دلزدگی در هنرجو ایجاد کنه. اما کتاب آموزش ستاره جلال ذوالفنون با شیب بسیار ملایمی پیش رفته. از اشکالات این کتاب به نظر بنده عدم نگاه موضوعی به تکنیک‌های مختلف در تار و ستار است. مثلا نگاه نکردن به موضوع کمان یا کنده‌کاری‌ها یا تک به 4، تک به 3، تک به 5 ها، تکنیک‌های سینمال، تکنیک‌های خراش و دوراب ریزها یا کمان ریزها. اینجور تکنیک‌ها رو زیاد بهش توجهی نکرده در کتاب. اشکال دیگه‌ای که وجود داره این هست که قطعاتی که شعر دارن یا همراه شعر میتونن اجرا بشن، مثل تصنیف‌ها یا قطعات آوازی که شعر هم دارن، شعرشون فقط به صورت فارسی با خط نستعلیق در کتاب دیده میشه و زیرنویسی به صورت انگلیسی و لاتین در پایین نوت‌ها صورت نگرفته که این یه مقدار تطابق شعر و موسیقی رو برای هنرجو سخت میکنه. این ایراد قبلا توسط صبا هم در نوع نوت‌نویسی استفاده شده بود که توسط علی نقی وزیری به او گوش زد میشه که چرا این کار رو کردی. هنرجو گمراه میشه و نمیدونه چجوری باید این شعر رو با موسیقی عجین کنه. طبیعتا با نوشتن اون زیرنویسی برای نوت‌ها ما میتونیم راحت شعرها رو بخونیم. به هر حال شیوه ساده، نگاه ساده و نه سختگیرانه در موضوع آموزش موسیقی این کتاب رو بسیار شیرین و دلپذیر برای هنرجویان کرده و عمده هنرجویانی که با این کتاب موسیقی رو شروع میکنن و ادامه میدن لذت بسیار بیشتری از موسیقی میبرن.